سلام بچه‌ها، خیلی خوش اومدید به این ویدیو. ببخشید که یه مقدار انرژی ندارم، واقعا ازتون معذرت میخوام. من 20 خورده روز بود که فعالیت نداشتم، بعد از چندین هفته دوباره قرار فعالیت رو شروع کنیم. به دلایلی که داشتم شرایط اوکی میکردم و یکی از دلایل مهمش این بود که تایم امتحانات، حداقل اگه یه ویور من امتحان میده بدون هیچ مشکلی امتحان بده. فقط ازتون میخوام که این ویدیو رو لایک بکنید، کامنت بذارید و ساب بکنید، چون که بعد این همه تایم دوباره دارم فعالیت میکنم. خیلی این یه چیزی باشه که خب این چه چیز الکیه، ولی واسه یه آدمی که تازه کاره عادتا چیز خیلی مهمیه. اگر این ویدیو رو دارید میبینید حتما قراره این ویدیوها ادامه دار باشه، چند پارته باشه و امروز اومدیم که گیم دفارست رو بازی بکنیم. حالا چرا میگم ادامه دار باشه؟ چون حالت سبک بقا داره و احتمالاً حالا دو سه پارت ازش در بیاد. اگه دوست داشته باشید میتونیم ادامهش بدیم، بدون هیچ معطلی میتونیم بریم سراغ ویدیو. ولی بازم میگم برای اینکه بتونم ویدیوهای با کیفیت تر بدم و بدون هیچ مشکلی ویدیو آپلود بکنم، حتما حمایت بکنید. دوستتون دارم. بدون هیچ معطلی بریم سراغ ویدیو. چیه؟ احساس کنم یه ذره FPS رو به زواله، چون داره لود میکنه. این کی افتاده زمین؟ بلند شو. این خیلی دیتالز داره، متاسفانه سیستم من دیگه گیم دیتالز نمیکشه. ایله رضا بیا، بزن زیر گوشش. بزن زیر گوشش. بیدار نمیشه بزن زیر گوشش. بریم آیتم بیاریم. همینجا بندازیم؟ اینا زود نیست. چرا ما آتیش درست کردیم؟ چیکار داری میکنی با یا یارو؟ بگم ما زباله عرق داری به بیا اینا رو بعد آقا بریم داخل جنگل. همینجا لب آب. ملت میرن شمال. یا دیگه. بکنیم سرسی. این کنده نمیشه فکر کنم. FPS رو هم عجیبه. استراپ به لپتاپ قرآن من اینو با یوزر نه من با اینو با لپتاپ FPS یوزر خفه شو. من به FPS 80 پلی میدادم. چقدر گیم سنگین شد، چه اینجوری شد؟ لپتاپ یوزر بردار بدوز. کجا بندازیم؟ اینا رو باید بیاری اینجا. چجوری دراپ میکنه حالا؟ فکر با کنم ایو نگهداری. خیلی دراپ همونی سرمو میگیرم پایین دراپ میشم. ایو کامل نگهدار. یه کامل یه دارم نه یه صحبت نکن پلش سرم درگیر. راست میگه کر شدم نداری. نه بس میگی؟ بازه؟ بله بازه. هیچ وقت چطوری ببینم؟ با کتاب که جفتی یه دست تنظیماتو چک کن. کی منو زد؟ ازم اینونتاری تو بده ببینیم توش چیه. یا یک باجی وایس من بسته شده باز چطوری صدام برای شما میاد؟ کر شدم داداش. این چیه دستت گرفتی رضا؟ صبر کن. خودش یه چیزی گرفتی دستت شبیه بیسیمه. خب پلش معلومه صدا رو همین میاد. آقا بیا خونه بسازیم. ننداز پایین. عجب خریه آجی کرکتر من. چون انداخت زمین. اینو چجوری بلند کنم؟ واو. تو چی کار میکنی؟ بالاخره گذاشت از زمین یه لحظه شرمنده هم میادم الان بازی دارم چجوری بشکنم الان اینو؟ باید وسط ببین خبر داری؟ بشکنم اونو. من چسبوندم به هم اشتباهی. جداش کن. برو اینجا کن بچه میخوام کوالیتی نشونتون میدم. اینجا نگاه کن اینجا بزن. ببین همین بلد بلندش نکن پلش. بیا. چجوری دراپ کنم؟ داری هویتک میندازه ببین سیاپوس رسول من رو نرو بچه سیاپوس حاجی بچه هم اینجا میگیریم سی رو نگه داریم آیتما رو برمیداره. خب نکن مثلا این کاشتی سی رو میزنیم برمیداره. بیا عرش کردم. یا علی حاجی آیتم. اینا چیه؟ What؟ قار خوش اومده. خب الان یا آقا فلش لایت با سیه. فلش لایت با چیه؟ من دارم چه قرص میسوزم بخوری؟ بابا فلش لایت با چیه؟ فلش داد با اله. این تو رو با اله ببین چی پیدا کردم. چه قبلا نوره
چیزش لامپش اینجوری نبود عوض کرد اصلا گیم الو بزن داداش یه فندک میگیری دستت میبینی چی به چیه این چیه؟ FPS کله آدم فندکش. برداشتم آجی. اندکش چرا کله آدم بدر صورتیه بخشید چی؟ داش فندک مدرنه با چیز کار نمیکنه کپسول. لیتیومیه ایسیم زدم حالا نمیدونم چه غلطی کردم ولی زدم. باشه من خیلی با تنظیمات بازی هم گولک کنم الان کدوم همه چی ما که رفتیم. FSR رو روشن کن یا اگه DLSS داری اون رو روشن کن بذاری درخت بکنم امیر رفت کجا؟ امیر رفت پس کن اوه داداش اینجا فعلا وقت اومدن نیست یارم رفت بود اوه چراغ داره. چیز اصلا جالب اصلا فکر نکن دوست داشته باشیم با مانستر این گیم در بیاریم واسه امرجنسی رو باز کردم تازه دهن سرویس ها. الان حسین. چطوری درخت زدی ها نزد من درخت نتونستم بزنم. رضا تو ببین سیستم نمیره دراپ هم نمیدونم بره چی یا مثلا از امیر. 60 من رو 20 من فریز شدم دهن سرویس تازه فهمیدم چجوریه. او شت من فریز شدم ریدم همچین دودایی که میبینی اونم میفهمی نمیرم داداش سمت دود نمیرم حالا که اینطور میفهم تا کونت پارشه. تو نریدش اونا میان حقیقت اونا بیان میفرستم تو بری جلو داداش. من تو شما رو آوردم برای چی؟ برای همین دیگه بدبخت. راست میگه اینجا مینم پالومینه چه هیک وقتی کرش کردن گیم بود کی زنگ زد نتم ریتینگ وزد انجامش بده لطفا. عادی ترین ایرانی حالا بنده مثلا خدا بهم زنگ زد کل FPS هم خراب شد لیو خوردم کره عادی ترین ایرانی متاسفم. آره کره باید بچسبونی بهش بگی توش به نفهمده نظر پس تو ترکی زبون نمیفهمی داری انگلیسی برش تایپ میکنی داداش گفتم کورش زر بزن. زر بزن. بیار بیلد کنیم اینجا نست از جونم مادر. داداش داریم براش رو کاغذ می‌نویسیم چون کوره کاغذ از کجا میارین آتیش درست کرد بنازم یه گرم بشیم آجی. بهش گفتی درست بابا لیو بیا. نخواهیم یه لحظه در بیا دیگه رضا بلند شد رضا الان گوش کن الان تو دل جنگل هم فرستم 60 لاک که چرا نشستی؟ بلند شو بینم است نشستن بذار نداریم استراحت عزیزم کنه. بیلد کن. من الان مثلا چه میگم بیلد گرافیک؟ کن. رضا بری گرافیک گیم خیلی نسبت به موقع که من پیدا بیشتر شده به نازم آجی کل آیتمان پریده الان چه گویی بخورم مثلا دارم میگم بیلد کن داری چت میکنی نمیدونم با چیکار کنم. اوه گرفتم برو. چادر عجیب غریبه آی سوخت. یعنی برو- این باید اینجوری کنیم آجی جا نمیشه فقط میدونی برو تو آب فاکینگ آب کونم داره میسوزه. آی آی آقا بیا بریم تو جنگل دیگه. چیکار کنیم ما یه سطح داریم این بیا بریم طرف تو چرخ جنگل می‌زنیم. بیا بریم تو جنگل اون گوستن رفته به ما نمیگه که اصلا آیتم اینا چیه؟ رو برداریم یکم بخوریم من دارم هیچی غذا ندارم هیچی دارو مارو ندارم اینا فرق چیه چی بزنی چی میشه بوز کوهی نگاه چجوری میرم بالا. بچه ها آب دادم آب چشمه بخوریم مسموم میشه تبریک خب بخور جالبه نخور چرا بخور نه دیگه باید بخور. رضا بری وحشتناک گرافیک گیم بلاسا کار میکنی این دنبالمونه این بیا مرتی که یتیم بیا اسم نداره این که دنبالمونه اسمم میخوای بذاری حتما احتمالا حمال لعنت سرویس. نمیدونم بچه‌ها، چرا غلطی تو این گیم دارم بچه‌ها. میکنم. چه 3-4 تا کار میتونیم کنیم الان بریم یه وسط درگیر پیستول بگیریم نرو بریم. خرگوش. زدمش آجی بیا منم زدم بنازم. خرگوش غذای امشب جور شد من الان چی ندارم بذار صبر کن. یوتیوب دیس ایز ایت به به وای کلش دستمه پرنده بیفتمی. چیزمون اسم یارو کرالاله کوین ها اسمش کوینه کوین کوین. اول
کوین اسمشه؟ اوکی کوین او مای گاد یه حالت خارجی طور داره اما ابن. الان اومده جی فوشش بدم صاف کن. بابا نگاه اینجا جای منه میدونی نه ای جو ای روی صندلی رو نگاه کن ببین آی چی نمیتونم هست. بزن میریم تو بابا اون تیر کمون داره من نمیدونم چجوری باید بسازم بهتون گفتم گوه خوردی گفتی دو تا چوب یه دونه تناب یه دونه چسب تیرش انا باید چطوری کجا بسازی؟ بیارم مردی که همه. دزد تو لابی هست تو لابی تاجی بچه یه دقیقه نیست آیو بزن یه دکمه داره چرا روشن میکنید چشا بابا کورتون اگه تناب نمیبینه ندارم میتونید نه ببینید دارین تناب امیر دو تا تناب دو تا چوب با چی؟ چسب یه دونه تناب یه دونه چسب بابا به خدا تناب ندارم هست ندارم یه چسب دارم تناب داری دوتا یه دونه آره، یه آروم تناب باش دارم. آقا اینجا بهت بدم تناب داری ای بگیر ای، بعد دادم. چطوری چی نشون نمیده کیو آرو بزن رفرش میشه افتاد زمین بعدش بچه گیم نمیتونم. کلمون عوض شده چک کن چه ببین شاید بهتر اومد تو کردم. باکسه فکر کنم اومد تو باکسه بذار آره اومد خب بده به من یه دونه اومد دوست سب کن این تو خفه شو آمنه بعد قول سگ گیر تلفن بخورم خورم خوابم گو میخوری میخوابی من برای ویدیو نمیتونم که خواب تو رو داشته آقا رفت آقا من چی میدونستم این رفت داشتم بپر پشت یارمونو وایسا. بدبخت ببینش زیر به کن سوار کن زیرش کن ببینش به سوار شو من چیزی ببین نمی‌دونم. بابا ببین بابا سوار شو ببینه با بگم سوار شو ترکه اصلا ماشین حاجی میاد تو من این آدم باگه ذاتن باگه را برو نشستی دیگه. الان جزا نشستی یا نه نگاه من من نشستم نه سه نفر نشستم حاجی چه اتفاقی داره میفته اینجا روبروی امیر فاکینگ داریم میریم سمت دریاچه ورود خونه است کجاست نه داریم میریم سمت جایی که ازش اومدی آمنه رو بلند کن آها میگم با چی ویدیو اول اسکیپ ببرم با اس فوق من سب کن اینه حاجی. بعد اینه بعد اینه امیر علی هر چی درخت بود تو راه زدی بیایم آب هم اینجا رو بکنیم دیگه او یس چی میگفتی؟ بریم دنبال احمقا اما نیزه اما بریم ایو شده چه بزن باحاله احمقا رو سوار کنیم ببریم حاجی گیم دستت بیاد تازه میفهمی چه خبره میگم این 2 نفره نیست اینو اینجا چیکار میکنه 4 نفره است دو کدن نفر از تو دشمندست مظلوم آقا برو سوار شو بریم کوین جای تو سوار شد ای خاک دوسته کوین رو بزن بکش الان کوین راننده میشه پیاده میشه شه سر کن آه رفت بیا بشین کوین گت ببین بیاد دنبال بشین، با بشین. پا بیاد. بشین ای کی اومد برونتش آقا همه. اوه یادشو احمق است. اوه خوخ رفت تو کی بده من از سر من در بریم وایسا اینجا نه 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 ای دوست آه دوست صبر کن. نه، نه، صبر نه. کن، من یه ایده دارم شما نیاین یه دقیقه نیاین دزد معرکه اصله منو بده کوین رو برد کوین رو برد بذار کوین اینجا پیادهش میکنیم ماشین سعی روشن میکنیم وای آقا سواش پا بیاد. سوارشین سری چه ماشین میگه کوین اینجا بیا بیرون
بچه بیا بازیکن بارسا آوردم براتون. اگه من نمیتونم در این جوار بکنم خاطر هاست. پشمام چه بچه، آیتمایی حاجی. نیزه من کو بابا، نیزه ما بده. فقط همین تو ریدی نتت وگه نه من بدون هیچ مشکلی دارم فعلا. نیزه منو بده. نه اما تو بوکسر باز نمیکنی. من بوکس باز میکنم باز نمیشه. آی محترم نیزه منو بده. بعدن یه بچه ما یکی نیزه بچه رو بده دیگه. دست واسه من دوباره باید بسازم. این گوسفند اینجوری میخواد بکنه مصابه داره. چیه؟ شکلات. میگم ماشین چرا هم تو گذاشتیم کنار رفتیم. ماشین زیاد داشت تو من. گریه نکنید تو ماشین. در دیگه نشدی. همون انسان نما آدم خور. انسان نماش. بیفتون روش. بزنید. پاره شد یارو. میخوریم آجی گیم هم لگ شد. انقدر که یارو رو بد زدیم. ما که آجی، بردیم. باشه. ما که کری کردیم. آجی آتیش بسازه آتیش بزنید. اینجا بذارش اینجا بسازی. گراب نشد یا اون آدم خور بود ولی نمیدونست ما از اون بدتریم. بذار من اینجا رو بکنم. بذار آتیش زیرش میسازه سر کن چوب کجاست نه آجی کله میخوام. من اینجا آتیش ساختم بذار آجی آمنه برای من معلوم بزن این داره میاقم برم بخوره اینجا فرار نکن. بیا. آی افتادم. بچه موتور چیه؟ موتور پیدا کردم. وای بازیه. موتور. آی آدم خور. آرم کردی. غلط بکنم با آدم خور کله تو کلشم. خداحافظ بابا. کمک. یا حسین کمک. آقا شیل نفر پشت من. حکم حیوونا. یا حسین هیچ کدومتون نمیتونید رو ببینید. تازه من دارم جوی میشم دوباره آی آقا جون. میگم مثلا ماشین کیم؟ وای 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 تو رو خدا یکی بیاد اینجا من جون ندارم. امیر علی تویی؟ بابا آقا من ماشین داره برای خوش میره. کیه؟ حروم. عرفان اگه تویی افتادم بابا. دیگه خیلی مثلا حال داشتی خواستی هر روز مثلا با این زامبیا فایت بدی. میری یه بار زامبیا خونت رو ببینن یادشون میمونه همشون میاد فردا شب دوباره میزن سر دراپ پابجی. خفه این کیه؟ این کیه؟ دراپ پابجی. کونش پاره شده آجی. آیتماشو بدوز. مهم نیست. مرد چرا تا ما بهش رسیدیم مرد آیتماشو باید میدوزیدیم. من دزدیدم. ببخشید. عجب جای خوبیه. برو امیر علی برو. باید چی نوشتی؟ مهم نیست. آیتم فقط آیتم. خبر جدید آجی. اون دوتا هنوز اینجا نیومدن احساس میکنم. آجی سیف کنیم یه دار اینجا خونه دار اینجا نیت. آره بیج فکر کنم بزنون شروع شد تازه خاورمیانه بازی این چیه 100% باچیده. یکی بیاد اینو برداره آجی. من جا ندارم فکر کنم. سولار پنل بنازم. وای چقدر بنازم آیتم این رانندگی. توه. یه ریخته بیا ای چه خبر اینجا؟ دیر اومدید. حمله کردن به اینجا. دیر اومدید. یه زد بخوابیم. نه آجی نظرت چیه؟ بذار من اینا رو اول کامباین کنم. آب تمیزه کسی فکر تست کنم خودم تست کنم چرا دو تا اومد؟ نه تمیز نیست آقا این قابلمه رو بردارین خوب آبلاما. قاب گوش کن خفشین پوش برین یه آتیش روشن کن قابلمه رو بردارین برید قابلمه لب چشمه آبش کنین بزنش روی چیز تا بجوشه آبش تمیز شد قابلمه. ناراحت نکنید آره دیگه باش بچه‌ها. دفعه بعدی راهنماتون نمیکنه آب سمی بخورین مثل سگ بمیرین قابلمه کجاست
ناراحت نشو حالا. پروبلم این وسط بود. این وسط اینجاست. اینجا استفاده کنم. این آیتما قابلمه، چیه بذار. من دارم بذار. آجی؟ یه کمکی به من این آیتما چی؟ بذار من تو نه بود اینجا قوبلمه زیاده جی. همین نگاه من تو قوبلمه آب پیادم بذار گفتم ریختمش او یه آتیش اینجا کل آتش رو گرفتم. یه چیزی دارم اصلا یا- نمیدونم کجاست ولی خب میگه استفادهش کن. آقا این تبر بزرگا برای زدن اون احمقا خوبه. همین یه آتیش درست کن همین یه آتیش درست کن همین چه پرواز داری میکنه آتیش درست کن آقا حاجی من خب بزنم دورشم خفه کنم. فقط سیاهی همین دیر متوجه شدی سیاه. وای دینامیت درست کردم فکر کنم. آره آجی پرت کنم اینو بعد بخشیم هممون. بیا پشت سرت بیا پیش من تا دیگه. وای دررست اینجا. ایوه. عرفان. فاکینگ بسته عرفان. است نمید ببین کجا میری درش بسته است چته؟ اینجا جایی رد کردم. اینجا قرار اینجوری بود نبود. آه. نه بود خیلی یعنی خیلی قدیم تر نصب کردی دهن تو دهن. باز نمیشه چیز میخوام واستا آقا اینجوری نمیشه رفت تو. بعد روزا کور شدیم. نه اینجا اینجوری نبود. رضا این برو اینجا بر. که میخواستی به اصلا کلا یه ور بجر، دیگه بجر. میومدی و آقا، جاش عوض آه. کردم. یه خبر دیگه بود اصلا. آره یکی دیگه می‌بینم. کردن من یه سال پیش عرفان اینجا تو داری؟ دیده بود آره. اینا قدیمی نیست من 2 سال پیش برید. یعنی چی فاکینگ 2 سال پیش بازی نصب کردی دیگه همون رو کلاب گیمینگ بازی اون موقع میکردم اون موقع اصلا داشتی خط داستانی نداشت. ای بنزین نداریم. بنزین بذار. داشت پرینتر بود. من دارم. پرینتر دارم یه بنزین. همینی که هست. تیر چی داریم بسازم. میسازیم آره. فاکینگ دارید تیر پرینت میکنید آره. عاقبت ما نگاه کن تیر پرینت میکنیم. آجی برو و من تیر ندارم. گشنا. کنید خفه شین یه فلاس درست کنیم. برین اون وقت. امبولک نکنیم خب واسه مورد نیازمون چیز کنم. یکی که فلاس که خب پلاستیک. فلاس. بلاس. یا الله. عاشق آره. آهنگاشم آجی. گاز بر من کی مونده آجی سوار گاز نشده؟ بر من همه سوار سوار. سوار همه شده سواریم. عاشق اینم که باگی آه. آجی. میمونه. تو مسیر میبینیمش. رو درختیم بابا درخت رو نگاه نمیکنه آقا خاموش کن کپی رایت می‌خوایم. دوست بخور. وقتی اینجا رو نذاشتم میفهمی. داداش سیفور دارم. تیر و سیفو تیر بود داشت تیرم بود بردار. بعد آی حرف بزن. پر شدم دیگه نمیتونم سیفور بردارم نه بمون به خودت رضا. آجی سوار میخوام یه کاری کنم کل زندگیتون به فنا بره. سوار شیم خفه شیم. نرو اینو بندازم این سیفور پشت. دستش گرفت نه سیفور دستش میریم بیدون آجی قشنگ میرانمه. ایران آوری بیرون. اوه اینجا مودی صداش کنید موجه خودشید